ایتالیا، کشوری که مخترع هر چیز بی‌نظیریه. اونا مبتکر بهترین غذا هستن. پاستا، پیتزا و البته بهترین بستنی دنیا، ژلاتو. اما با همه این موارد، اختراع اصلی اونها اسپرسوه. شاید براتون جالب باشه، اسپرسو دقیقاً در میلان اختراع شده. برای ایتالیایی‌ها روز از زمانی شروع میشه که قهوه خورده باشن. ایتالیا مهد قهوه دنیاست. البته این به این معنا نیست که آنها کشت قهوه دارن. در اصل آنها فراوری قهوه را به درست ترین حالت انجام میدن. در ایتالیا مردم صبحها به جای کافه به بار میرن. تفاوت فقط همین نیست، سایز فنجوناشون خیلی کوچیکه و از آب و شیر زیاد استفاده نمی‌کنن تا طعم واقعی قهوه را حس کنن. آنها اولین کسانی بودن که کاپوچینو، آفگاتو و آمریکانو رو ابداع کردن و هنوز هم به سبک خودشان این مدل قهوه ها را سرو می‌کنن. و جالبتر این که آنها حتی استارباکس معروف هم قبول ندارن و اونو دشمن خودشون میدونن. ما در دانیلو بهترین قهوه ایتالیا رو با رسیپی خاص خودمون برای شما عزیزان فراهم کردیم. همین الان میتونید داخل سایت و یا از دایرکت ثبت سفارش کنید.